سلام علیکم دوستان عزیز، روزی همه شما بخیر شادی باشد. برای مرینovat کردن ششلیک چسناک ریزه کردیم. پیاز یا 4 تا 5 تا ریزه میکنیم. приправа هر نمود. ما اینجا گوشت را تازه کرده شدم. приправа انداختیم، پیاز و چسناک انداختیم، کمتر مایونز، نمک. در آخران کمترک شنبری می اندازیم. گازیرونی باشه. باز همش رو یک جای میکنیم. در خلادنیگ میمونیم. هر کس هر خیل تیار میکنه. ما از ساعت 9 سحر تا 5 بیگره در خلادنیگ مونده. روشه پشونده. با میخیل مرینovat چیده بیسته گفتیم. در سیخا کشیده بالای لخچه در میمونن. چون تیار کردستم. ما خونه در سالات تیار کردستم. سالات ما تیار کرده شد. ما خونه در ششلیکای اینوی هم تیار شد. حوزی میویان هم کسا سر دستر خونده میشینن میخرن. با یک خفای کار باشن. بسم الله الرحمن الرحیم و رحمت الله و برکاته. به برادران ششلیکی مرغ ده مرحمت. بیا برادر بیا ششلیک ده بیا بچه ششلیکی مسکووسکی. بدن نماد خمیر بولچکا گرفتم. دلیستم خیلی روغن مالیدمو. اینه بولچکا را کلا کرده موندم. 30 minut دم گرفت. در بالاشم خیلی کلونکا و ای بالای کلونکا یگان پالتینسایتون که میپوشونه که یعنی وزن نخورده. پالتینسای وزبین یگان چی وزبین نمیپوشونه. انا خیلی 30 minut دم گرفت. بعدی دم گرفتن بولچکا زردی تخمه کتی شیر یک جای کرده شکیدم و کنجد پوشیدم. در 180 گرادوس 20-25 minut تیار میشه. ای بولچکای کلوله ما یک لیستی کلام پختم. ای دیگر خمیر باشد 2 لیست دیگر شد. بسیاری سوال میتونن که چی به شما اینقدر اوقات بسیار میکنین یگان چی پخت پز بسیار کنم. سوال میتونن برای ما بسیاری که هستیم بسیار اوقات میکنم یا که یگان پخت پز کنم ربطه یک برابر زیاد میکنم. با اینه پیروکی افسانه کردم. گاه میپزم. یک بار دوباره میخرم. تمام میخرم. زمرو زید نمیکنم یگان چی را. بسیار ها پرسیدن که مالاتون چند سومی میفرشین. مالی فرشی داشته باشین نویسین سراش نه. دوستان عزیز مالای ما برای فروختن نیست. این مالا را بگم که در همه جا ما خودمان اثره میکنیم. خودمان
برای خودمون در اثر میکنیم در کارش میکشیم و در کارش با میمونیم میسته ایخه ما خرید فروش نمیکنیم بپشه همی برای یگون مرکه یگون چیه در کار ماشین میکشیم میخریم ایخه برای فروختن نیسته مالمون راستی ما هم قصال مال کردیم ایخه بسیار فروختگی نیستیم خیلی آدمایی که همی نزدیک دن میان میبینن فروشی داشته باشیم یگان تاشا میتیم ایخه حاضرش نداریم فروشی اما خیلی پشه میگذشونه او رو بینیم پشه گزید خچه پرتو نایی سرکره برای قربانی مونده که تا قربانه خورده گرده که یکی همی فربه شوه گوشه خورده نمیشه های دسته روغانه خدای ما برای چایم کلانه کشیدن برای چای سیاه نکی رنگی و چشم میتوره نزدیک شوی نمیمونه آدم ای پوچه ای دکجا زده باشه ای پوچه ای دکجا چلاق شده پوچه ای دکجا چلاق شده باشه اینه برای چی سفیدک یگون جدا زده چیه پوچه اکش چلاق شده سلام علیکم دوستانی عزیز روزی همه شما بخیر شادی باشد امسال بر وقتی که تی رایون آمدیم هم مجاز محکمه ساعت 9:08 نه یک تا نیم تا مگزین هویش دسته برای همی کودکم متریسکا گیری آمدیم روز دوشنبه آمدیم کار نکرد گفتن که سه شنبه و چهارشنبه ای ساعت های نه کار میکده اوسو بعد مسئولیت کردیم که چند شناسا را پرسیدیم چند ساعت تیار میشه مقصد چند روز تیار میشه گفتن که یک روز همی بعد یک ساعت نیم ساعت تیار میشه هوای راهوزی میریم میبینیم ساعت 9:08 یگان چی بخوریم بعد میریم میبینیم که تو چند روزه چند قره با نرخ نو شکم میزنن با شما دا میگم میترس کرده باید سومشه دا بانک بسپاری همون راهوزی وای میکنیم یگان چی میخوریم میریم تا ساعت 9 وقت کودکم یکی درست شده که صوفه و قرتک دردم خیلی گریب ای خدمون گذاشته خدمونم خیلی صوفه و قرتک درد گریب شدیم کودکو چند قپش کشیده بودن راستی همه وقت با میترسه بودم یکون کرونا ویروسه یکون چی نباشه گفته بچم خیلی شد دورو میتیم تاثیر نمیکنه انالیز هم نسپاریدیم بازی باشه خیلی کودکا بریم نشون تیم یک شناس بود زنگ زدم گفتم به میترس که کودکا میدیده باشن گفت خیلی میریم میبینیم تا ساعت 9 وقت کودکا یا دختر بریم نشون تیم که چی میگن با خیلی شما دکا میزنیم کودکا را نواردم بچه مکتب ده دختر من خیلی سهر خستم خیلی صفه داره که دختر ما خانه ده مانده اومدیم پیش اما کشته خیلی تو ساعت همی 12 یکمون کارمون یکی بچه میگردیم خونه
خیلی افتاده که گرمه که خشرو از حرکتی که هسته کم کم شمالای اینم خیلی دوستانی عزیز در کامنتاریا انشالله که وقت یافتم جواب میتیم. بسیار سخنهای نغز نوشتین، بسیار گپ‌های خوب نوشتین. از همه شما منتظر هستیم برای دستگیریاتون. کسانی که در کانال ما ابونه نیستن ابونه شوین، لایک و کامنتاریا فراموش نکنین دوستانی عزیز.